میاد اون روزا و اون شبا، اومده بودی اینقدر شدی ناغلا، شده بودی بزرگ شدی ماشالله. بیا بنشین کنار شبها، قدر امشبا بدونی، نمیدونی که چی میشه فردا. بیا یک صدا بخونی، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. پسرای خوب و خوشقد و بالا، دخترای خوشگل و ناز و رعنا، یکی دونه امروز اومده به دنیا، آورده با خودش یه دنیا صفا. بیا بنشین کنار شبها، قدر امشبو بدونی، نمیدونی که چی میشه فردا. بیا یک صدا بخونی، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. خسته نباشم. مرسی. فهمید مثل دیدنی ها نشد؟ آره مثل دیدنی نیفتم پایین دروازه. بیارم. کجا میخواد رویزه؟ کجا بزنم دیگه؟
عکس فارغ التحصیلی منصور هست، سال 56 از دانشگاه پهلوی شیراز. که فارغ التحصیل شد. منصور عازم اهواز میشه و وقتی که با من آشنا میشه تقریبا این اوایل آشنایی ما هست. من دانشجو بودم که با منصور ازدواج میکنم و ازدواج ما 9 فروردین سال 57 هست. عکسای دلم میخواد از مراسم ازدواج برای کامی جون یادگار بمونه. این عکسی هست که هتل کیان پارس بود که برای صرف شام میرفتیم با یه عده از مدعوبین. و من خودم بعد از ازدواج فارغ التحصیل شدم از دانشگاه جندی شاپور در ماه شهریور یا مهر بود، اواسط ماه مهر بود. من این عکس فارغ التحصیلی من رشته فیزیک دانشگاه جندی شاپور فارغ التحصیل شدم. البته این عکس قبل از مراسم هست و این عکس بعد از مراسم. گلاری من در 18 شهریور 58 به دنیا آمد. گلاری جون، یکی از این عکسات رو ما پیدا کن که در 1 سالگیت بوده. از تو آلبوم؟ آره عزیزم، از تو آلبوم پیدا کن. همون عکسایی که بابا بعد از جنگ رفتن اهواز آوردن. ببین از اون علی فیلم کنه. نه، باز این عکس 1 سالگی هست که 5-6 نمونه عکس هست. نه، باز هم نمی‌تونم که یک یادگاری باشه که اینکه بابات واقعا در اون بحران، این بحران‌ها چقدر مشکل بود تا به عکس تاکید هست. اینجور شاید من خودم گذاشته باشم اینجا زود اگه اینا خودم گذاشتم. این عکسی هست که در اهواز از گلاری گرفتیم و بعد از اون مجبور شدیم که 2-3 روز بعد از گرفتن این عکس بود که بمباران‌های شدید شروع شد و ما عازم شیراز شدیم. واقعا منصور خیلی همین کافی بود. واقعا خیلی زحمت کشید تا تونست این عکس‌ها رو بعداً بره و تهیه بکنه. به گنبد اومدیم که کامی جون دنیا اومد. کامی 6 شهریور سال 61 بود که متولد شد.
اینجا. اینا عکسایی هست از کوچیکی کامیاب. این عکس و این عکس. کامی جون بیا عزیزم، بیا بشین. بیا مامان، شما بیا بشین چون نوار مربوط به خودت هست، همین روی فوق بشین. یکم عقب‌تر بشین که آن چرخی بتونن بهتر پیمردی. در همین موقع که کامیار متولد شد، این گلاری جون من هست که یه عکس تکی ازش گرفتیم. اینم برای کامیار اگه بخواد یادگار بمونه. گلاری و کامی خیلی دوست دارن که دو تا عکسی هم البته از مامانشون به یادگار براشون در فیلمش بمونه. این دو تا عکس هست خدا. کامیار خلاصی. البته این بعد از تولد کامیار این عکس. این درست تولد کامیاری که 10 روزش بود و جشن تولد گلاره رو من گرفتم. 18 شهریور گلاره دنیا میاد، 6 شهریور کامیار. البته به حساب ریاضی اگه حساب کنی 12 روز میشه. این عکسی هست که گلاره پهلوی کامیار نشسته. اینجا این دو تا عکس کامیار من 1 ساله میشه. این گردنبندی هم که گردنش هست عقل محفظش بشه. مهراز جون میاره که یادبودی باشه از هدیه‌ای که به کامی جون داد. این عکس‌های 1 سالگی دو. گلو جون یه دونه آلبوم بده کارو مشغول بشه. بیا ولی یکی که دستم میده که من یادم باشه چیش. خب طبق معمول برای گلاره و کامی هر سال جشن‌هایی برگزار کرده. این یکی از جشن‌های تولد کامیار هست. کامیاری من بچگیش خیلی شیطون بود و خیلی بانمک. نه از کیکش چیزی میذاشت، نه از بادکنکاش چیزی میذاشت. خلاصه و این هم بازی تولد خونگون هست که من منصور گلاره و کامی هستیم. باز تولد کامیار و گلاره رو با هم برگزار کردم. چشم الان نشون میدم. آن شب عکس بگیرم. کامیار گلاره خیلی دلش میخواد که یکی از تولداش که لباسی که ناطق جون براش فرستاده نشون بدن و در جشن تولدش پوشید و خیلی هم با اون لباس خوشگل شد. البته رویا الان اینجا نشستی میگه اگه عمش بود بیشتر تعریف میکرد. دلوری جون این نشون میدم که آره نه این که خندیده قشنگ کرد.
البته این نوار مخصوص کامیاره ولی چون میخوایم بفرستیم یکی از اعضای خانواده چون خوشتیپی چی؟ میگه چون من خیلی خوشتیپم کامی راه میره به خودش میگه خوشتیپ حقمده. خب کامی جون گلارشون بودم این هموزی که از تولد گلاره و تولد کامیار هست. نمیشه و این هم بازی عکس خانوادگی هست نمیخوام بفرم آقای چرخی این دوتا رو بچه ها برای عمه هاشون فرستادن ولی 2 مرتبه چون خیلی خوششون از خودشون میاد دوست دارن که باز از نوارشون باشه. این گلاری خودشو هندی درست کرده. البته خالش باز برای اینکه گلاری و کامی یاد خالشون هم حفظ کرده باشن مدام در تولداشون در آرایشایی که میکنن لباسایی که انتخاب میکنن رویا جون زحمتشو میکشه. اینجا تمام آرایش هندی من خاله رویان کرد. این خاله رویاش آرایش هندی تمام خاله رویا انجام میده. آره اینا که دیگه مرید خاله رویاشونن. جستایی که میخوان بگیرن، ادوهایی که میخوان درارن. خلاصه یه خاله مثل اینکه جانشین 3 تا عمه شده براش. و این 2 تا عکس هم از تولد. منصور جان شما بیا بشین که منصور کماف سابق و همیشه دیر میرسه. منصور جان بفرمایید. من مرد کار هستم باید میرسیم جان بگو ما ببینم اینم آخرین عکسی که گلاری دوست داره برای داداشش یادگار بمونه. این عکس کامی جون اشاره بزن عزیزم. این عکس گلاری هست در یکی از تولداش که باز رویا جون زحمت لباسش و آرایشش و کیکش و اینا رو گلاری. آقای چرخی خیلی ممنون. الان عکسایی که میخواستم نشون بدم تقریبا تموم شده. فقط کامیار و گلاری واقعا در تحصیلاتشون موفقن. مدام دارن لوحه‌های افتخار از مدرسه میگیرن و برو عزیزم. مدام دارن لوحه‌های افتخار از مدرسه میگیرن. این البته زیاده اگه بخوام نشون بدم که تمام فیلمو میگیره ولی این یکی از لوحه‌هایی است که کامیار کامیاری جدیداً از کامیاری جدیداً از مدرسه گرفتیم. مسعود جان این لوحه افتخار گلاری هم می‌بینیم. کدوم؟ اینم البته فراوون میگم اینا لوحه‌های افتخاراتشون فراوونه. این گلاره هست که از مدرسه باز لوحه‌شو گرفته. کامی مثل همیشه شیطنت میکنه و میگه همه لوحه‌امو نشون بده ولی مامی نمیشه همش. اینم باز لوحه افتخار کامیاره. اسم آقا چرخی رو میدونم که کامی جون یادش بمونه که چقدر این فیلم برداری زحمت کشیده آقای چرخی. چون فیلم چیزیه که ضبط بشه همیشه ثبت خواهد شد. حالا شما صحبت تموم شد. بله این مطلب تموم شد که بعد از اینکه فیلم تولد کامیار رو دیدن گلاری و کامی من تبریک عید بگم. شما من صحبت مثل ما از این مناسبتی که فیلم رو داریم می‌کنیم البته برای تولد کامیار بود. چون خودتون می‌دونید که ما
اینجا از لحاظ فیلم و امکانات یک مقدار در معذور هستیم، وگرنه واسه یه فیلم جداگانه می‌گرفتیم برای شما می‌فرستادیم، ولی اینو در حقیقت دو تا کار یکی انجام دادیم و در ضمن برای شما فرستادیم و ادامه میدیم اینو. من فقط می‌خواستم که اینجا حقیقت مثل داستانی برای پسرم و دخترم هر دو بگم، چون واقعا اون زمانی که اینها متولد شدن و مخصوصا دوره که گلاره متولد شد، اصولا هیچ چیز اینجا نبود، امکانات نبود، نه فیلم ویدئویی بود، نه فیلم حتی سوپر 8 بود و ما فقط یه مقدار عکس تونستیم برای اینها تهیه کنیم. ولی الان که موفق شدیم که فیلم ویدئویی از بچه‌ها داشته باشیم، دلم میخواد که لااقل اینا رو بهشون نشون بدم. حالا انشالله رفتیم و با دوربینی که داریم اینها رو نشون میدم بهشون و یک مختصری هم برای کامیار و گلاره بگم از زندگی خودمون و از اینکه اصولا هر بچه‌ای میخواد ببینه که پدرها و عقابش کیا بودن، پدر بزرگاش کی بودن، مادر بزرگاش کی بودن و به چه خانواده‌های وابسته بودن. بالاترین چیزی که واقعا برای بچه‌های ما موهبتی که یادگار میمونه اون فضل الهی هستش که ایمان به جوان مبارک رو در این خانواده براشون به ودیعه گذاشتن و این بالاترین و بهترین ارث و ودیعه الهی است که انشاءالله تا آخرین لحظات حیات میتونه حفظش بکنن و همراه داشته باشن و ثابت و پایدار باشن بر میثاق و عهد الهی و به حسن خاتمه موفق باشن. این بهترین پاداش برای پدر و مادر به نظر من همین هست، چیزی غیر از این نیست. البته من از طرف خودم میگم تا اونجا که میتونم، کاش بود عکس‌ها رو نشون میدادم، باز زالا شاید که در قسمت‌های دیگه نشون بدیم. ما تا اونجایی که خانواده خودمون و پدرهای کامیار به حساب پدر کامیار و گلاره میتونم براشون بگم، شاید تا عهد مثلا صفویه هم پیش بره که برمیگردیم به نژاد زردشتی نژاد بودن که بعد در دوره قاجاریه موفق به ایمان میشن و این که از طرف پدر، از طرف حالا عکس‌ها اگر باشه من میدم که بعدا مونتاژ کنن و تهیه کنن. بعد از طرف مادر که باز حالا عکس‌ها انشاءالله هستن که نشون میدم به شما، میخوان که پس نگه دارم. عکسی که میتونم نشون بدم البته از موقعی که عکس شاید بوده، عکس مادر پدر کامیار و گلاره، یعنی مادر من و مادر بزرگش بله کامیار که از طرف مادر بزرگ اول کسی که ایمان آورده مادر من، یعنی اسمشون رضوان شهنازی بوده. بعد از طرف پدرم که یعنی پدر من شاید 3 نسل قبل از من ایمان داشتن که پدرم اسمشون احمد هست، در قید حیات هستن. پدر بزرگم که حسین علی بودن و پدرشون که احمد بوده که ایمان آورده بودن و قبل از اون به ترتیب حسن احمد تا شریف و شهریار که شاید به دوره مثلا صفویه زندگی کاملیسته. از طرف کامیار گذاشتیم و همین دلیلا به یادگار اون نفر سرسلسله‌ای که ما تونستیم اسمش رو داشته باشیم که شهریار بوده و زردشتی نژاد بوده و پارسی بوده، ما اسمشون هم رو کامیار انتخاب کرد. از طرف مادرم که حالا روشنیون شاید اطلاع بیشتر داشته باشه، اول کسی که از طرف مادرشون ایمان رو بردن اول نفر هستن مادر روشن که از طایفه اهل حق بودن از غرب ایران و پدرشون که سید محمود هست اسمشون و پدرشون که سید حبیب هست و بهرمند دغدسی و میره تا منو جون اگه این فیلم رو تونستی به عمم نشون بدی بگو که مسئول گفته سید محمود، به خودت هم من میگم طاهر بیگو، قربونت برم عمه، اگر که فیلم رو دیدی خلاصه یاد من بکن. به اجدادشون میرسه به حضرت
امام موسی کاظم و به همین جهت بزرگ این طرفش هم بگو که گل موسوی سید موسوی است. به هر حال اینا مطالبی هست که من اینجا گفته است کردم به خاطر اینکه تاریخ نمیخوام بگم، ولی میخوام که یادگاری باشه که بدونه کامیار و بعداً اگه خواست مثلا اگه خواست سوال بکنه و بدونه پیش خودش کنه داشته باشه این کار. اما در زمانی که ما کامیار دنیا اومد واقعا در بحران شدیدی بود ایران، در جنگ بود، جنگ بین ایران و عراق بود و گدار موقعی که دنیا اومد اونم اول انقلاب بود، در اهواز بودیم و 1 ساله بود که ما اونجا حالا کاش عکس‌ها باشه بعضی قسمت‌ها میشه موقع مونتاژها رو بعد معین کرد، ولی 1 ساله بود گداره که ما مجبور شدیم که جلای وطن بکنیم، خونه و زندگی رو بگذاریم و بیایم از اهواز بیرون. بعد از جنوب به شمال، بدونید که در عرض 4 سال ما از شمال و جنوب مملکت بیشتر از 10 11 شاید 12 مرتبه اسباب کشی کردیم به شیراز، به تهران، تضییقات شدید، مشکلات دلیل در اثر نبودن امکانات و در همین بحران‌ها بود که خداوند کامیارم به ما داد. البته ما تا اونجایی که تونستیم جشن تولد براشون گرفتیم و اگر که یه وقتی در آینده نگاه کردن ما واقعا تا اون حدی که تونستیم امکان داشت برامون خواستیم که بهترین نحوی و بهترین امکاناتی این جشن رو برگزار کنیم که اینها یادگار داشته باشیم. مسعود جان، کامیار از پس مهاجون جلوس داریم اصرار می‌کنی بگیم مهاجون من اولین کسی بودید؟ پس کردم که بعد من مهاجون خودم اولین کسی بوده مثلا توی شهر خودشون مکتب خودستان بوده ایمان میارن، پدرشون مادرشون در اونجا به زیبایی مشهور بودن، هرش گفتن اسب عرب میگفتن. باباشم اونجا خواب بوده، یعنی مثل پولا اونجا بوده، مثلا اصلا پولاسر بوده. این مهاجون من تو اینا اومده دیده که دین خوی است بهایی و از همه اینها کاملتره بریتره ایمان آوردن و مامانشون مامانشون چون دیدن ایشون بهایی شدن دیگه یعنی احساسشون کمتر شده به مهاجون و گفتن چون بهایی شدی من احساسم کمتر میشه، یعنی مثل برادرها دیگه دوست ندارم. بعد یه روز ایشون مهاجون رفته تو مخته بوده.
من بیشتر از یک سال نیست که دارم ویولن تمرین می‌کنم، ولی به خاطر دوست خیلی خوبم میخوام براشون یه تیکه‌ای از یه آهنگی که خیلی دوست دارم بزنم. دوست کردم شاد بشم. دستم دارم با تو میرفتم، آره دوست دارم قده دنیا. دستت به دستم دارم با تو میرفتم، بیا با هم برقصیم لامانا. گفتی به من عاشقت هستم، دادی گل دستم گفتی که تو رو میپرستم،
بیا با هم برقصیم لامبادا. آره من رقص لامبادا رو خیلی دوست دارم. تو رو دوست دارم، آره رقص رو دوست دارم. آخه من عاشق رقصم تو دنیا. تو رو دوست دارم، آره رقص رو دوست دارم. بیا با هم برقصیم لامبادا. آه که میترسم آخر بگیری دامنم رو. آخر بگیری دامنم رو. دستت به دستم دارم با تو میرفتم. آره دوست دارم قده دنیا. دستت به دستم دارم با تو میرفتم. بیا با هم برقصیم لامبادا.
همون گل در رنگی کمون گل در اومد از همون گل در اومد از همون تنگ بلورم در اومد از همون چشمه نورم بلا به جون من بلا نبینه خدا نکرده و چشای شورم در اومد از همون یه دونه المان تو کوچه پر شده عطر گل یار در اومد از همون به گل نشسته رو گونه ها شکوفه های گیلاس در رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول در رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول در اومد از همون تو که بلورم در اومد از همون چشمه نورم بلا به جون من بلا نبینه خدا نکرده و چشای شورم در رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول واسه یه بستن پای دل به زنجیر موهاشو شسته شونه کرده بافته میرزه موج زلفان روی شونش چه ابریشمی ریخته روی تافته هزار دل سر اون زلفا نشسته چه دلهایی که زیر پا شکسته خداوندا نگیر از من دلش رو آخه اون نازنینم دل به این دیوونه بسته زل رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول زل رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول در اومد از همون تو که بلورم در اومد از همون چشمه نورم بلا به جون من بلا نبینه خدا نکرده و چشای شورم زل رنگی کمون گل در اومد از همون گل در اومد از همون تنگ بلورم در اومد از همون چشمه نورم بلا به جون من بلا نبینه خدا نکرده و چشای شورم در اومد از همون یه دونه المان تو کوچه پر شده عطر گل یار در اومد از همون به گل نشسته رو گونه ها شکوفه های گیلاس در رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول در رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول واسه یه بستن پای دل به زنجیر موهاشو شسته شونه کرده بافته میرزه موج زلفان روی شونش چه ابریشمی ریخته روی تافته هزار دل سر اون زلفا نشسته چه دلهایی که زیر پا شکسته خداوندا نگیر از من دلش رو آخه اون نازنینم دل به این دیوونه بسته زل رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول زل رنگی کمون گل در اومد از همون گل میشینه توی کوچه دوباره عطر سنبول
بیا بندازیم امشب یه عکسی رو بگاری همین شب که شکفتی بوس گل بهاری که واسه چکه 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 همه رو بیا شیرین کن بیا کیکو ببر تیکه تیکه همه جمع شدن دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو میگینی نگاه کن هدیه ها رو نگاه بد کن نکارو همه رقصون و رنگی عجب شب قشنگی که واسه چکه 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 همه رو بیا شیرین کن بیا کیکو ببر تیکه تیکه همه جمع شدن دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو میگینی نگاه کن هدیه ها رو نگاه بد کن نکارو همه رقصون و رنگی عجب شب قشنگی
میاد اون روزا و اون شبا اومده بودی اینقدر شدی ناغلا شده بودی بزرگ شدی ماشالله بیا بنشین کنار شبا قدر امشبا بدونی نمیدونی که چی میشه فردا بیا یک صدا بخونی تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک دخترای خوب و خوشقند و بالا دخترای خوشگل و ناز و رعنا یکی دونه امروز اومده به دنیا آورده با خودش یه دنیا صفا بیا بنشین کنار شبا
زمین به من میگن که یاد میاد وقتی که من عاشق شدم با همه بود و نبود تو خواب و تو بیداریام نقش دوتا چشم تو من همه جا کنار تو سایه به سایه کو به کو آینه ای که دم بدم با تو نشسته رو تو جونمی تو عشقمی قشنگتری بهانه‌ای برای زنده بودنم تو بهتری نشونه‌ای تو بهتری دلیل دل برای بودنم شدی نبودی از تنم جدا که پاره تنم شدی کامیار در کاراش همیشه عجله داره. البته الان خیلی بهتر شده. کوچیک که بود واقعا اصلا نمیشد کنترل کرد. حتی در حرکاتش به طوری که من اون موقع یادم میگفتن که فیلم برداری کنیم از این وقتی که یه چیزی میخواست از بس عجله میکرد که سینه خیز خودش رو میکشوند و میرسید به هدفی که داره. الان هم تولدش رو اصرار داشت که زودتر از موعد مقرر بگیرم و چون تولد من در تابستون دوستان نیستم و همین خاطر میخوام که همه دوستان باشن. حالا خودش اگه باور نکنه همه بقیه باور میکنن که تقریبا 6 ماه شد زودتر از اون چون کامیار ششش تقریبا روی دنیا اومده و تولدش رو در ایام عید گل برگزار کرد. به همین مناسبت به عنوان یادبود برای کامی جون گلاری میخواد که یک شعر خیلی زیبایی هست درباره ایام مبارکه عید گل برای کامی جون اجرا گلاری جون بفرمایید. از فیض نسیمی خوش صد غنچه گل شد آقا مصفا شد وصل آرد بلبل به نوا آمد دل داده و شیدا شد آن موسم رضوان شد عید آمد و عید آمد خورشید پدید آمد اسرار هویدا شد از رحمت ربانی طی شد شب ظلمانی وان شاهد پنهانی باز آمد و پیدا شد باغ و چمن و بستان شور دیگری بگرفت رخسار گل نرگس به به که چه زیبا شد بس تازه عروس گل در دامن شاخ آمد دشت و دمن و صحرا مفروش ز دیبا شد از باده وصل او ساقی می گلگون زد تا چشم سیاه مستش چون نرگس شهلا شد قمری به نوا آمد آوای طرب سر داد از هلهله شادی افلاک فرحزا شد ای عاشق دلخسته برخیز و تماشا کن کان شاهد ربانی چون ما
زیبا شد. ای منتظر رحمت، آن پرده نشین آمد. گر طالب دیداری اسباب مهیا شد. ای دیده به خود بازآ، در خود مرو زودتر. هنگامه گل بنگر، هنگامه تماشا شد. فرخنده بود دیده برگو مبارک باد، کان طایر ربانی در نقله و آوا شد. از موهبت رویش گل خنده به بوستان زد. سر و چمن از فیضش آزاده و رعنا شد. کی سرکش خونین دل از خویش خبر دارد، چون محو تماشای آن یار دلارا شد. کامیار هم بیاناتی هست در مورد عظمت ظهور که با اون صدای خیلی قشنگش زیارت میکنه. بگو موسی برای دین و آیین آمد و ابن زکریا برای غسل تعمیم. من برای آن آمده‌ام که حیات جاوید بخشم و در ملکوت باقی درآورم. ظهور جمال قدم طلوع شمس حقیقت و ظهور کلی الهی است. اظهار امر حضرت بهاءالله اعظم موهبتی است که به فضل و الطاف پروردگار نصیب عالم انسانی گشته است. امروز عالم به انوار ظهور منور و جمیع اشیا به ذکر و ثنا و فرح و سرور مشغول. امروز آفتاب دیگر اشراق نموده و آسمان دیگر به ثوابت و سیارات مزین گشته. عالم دیگر است و امر دیگر. این یوم را مثلی نبوده و نیست، چه که به مثابه بصر است از برای قرون و اعصاب و مثابه نور است از برای ظلمت ایام. آنچه در این ظهور امنع اقلام ظاهر شده در هیچ عصری از ابصار ظاهر نشده و نخواهد شد. مرسی.